سلام، من فاتح هستم، فاتح عابدی. میخوام براتون خاطره که نه مسئله آموزنده است دیگه. در واقع خب تو زندگی ما پیش میاد همیشه. بچه که بودم، میگم بچه، خب میدونم که مدرسه نمیرفتم، حالا زیر 6 سال بودم، حالا 4 سال یا 5 سال. همیشه با خودم فکر میکردم که یه چیزی داشته باشم که مال خودم باشه. خب قدیما خب اغلب خانواده‌ها ضعیف بودن، یعنی ضعیف که متوسط رو به پایین بودن، خونه های کوچیک، و خب راضی هم بودن دیگه. حالا چون سطح طبقات اونقدر بالا نبود، امکانات ها، مردم به همون زندگی خودشون راضی بودن دیگه. و خب اغلب خانواده‌ها 5 تا 6 تا حداقل بچه داشتن و زندگی میکردن. من همیشه دوست داشتم یه چیزی داشته باشم که مال خودم باشه، مال خودم. خب تو خانواده‌های پر جمعیت خب کمتر پیش میاد اینطوری. من که یه روز تو کوچه داشتم میرفتم، یه توپ پاره پیدا کردم. این توپ انقدر پاره داشت اصلا دو نمیشه، توپ پلاستیکی بود. اونو برداشتم و با خوشحالی بردم خونم. یه حیاط کوچیکی داشتیم، برای حیاط یه دستشویی بود. خب قدیما بیشتر توالت تو حیاط بود. بغل توالت یه پله‌ای بود، زیر پله خالی بود. من این توپو بردم اونجا قایمش کردم و یه چند روز خوشحال بودم که خب یه چیزی دارم مال خودم و نگاهشم نمی‌کردم. این انسان خب اون زیره دیگه. بعد 4 5 روز رفتم سراغ، دیدم نیستش. هی پله رو این ورشه بگرد اون زیر، دستم میکنم اون زیر چوب بزنم، دیدم نیستش. نگو خب مادرم هر روز این حیاط جارو می‌کرد و تو پر پیدا کرد و با من آشغال انداختش دور. خب من خیلی ناراحت شدم، خیلی مدت تا فکر می‌کردم بهش. بعدا که بزرگ شدم فهمیدم خب هیچ چیزی مال هیچ کس نیست. این همه جنگ و جدل برای چیزی که ما باید بذاریم و بریم و امکان‌ها فراموش میشن. غیر از آدم‌های خاص، مثلا من پدر بزرگ قبلیام یا پدر بزرگ و قبل، نسل‌های قبلم اصلا یادم نمیاد. همه همینطوری. اصلا این همه دعوا برای چیه؟ البته آدم‌های خاص منظورم نیست. خب بعضیا مثل شاعرای ما، مثل نویسنده هامون، نقاشامون یا مختلف ایرانی و خارجی فرق نمی‌کنه. اینا که تو زندگی دیگران تاثیر داشتن، چرا نامشون یا ماندگاره. پس انسان زندگی میکنه برای اینکه بتونه یاد و خاطرش با تاثیرگذاری در زندگی دیگران نگه داره. اونم انسان اصلا وجودش همینه که برای دیگران تاثیرگذار بشه. من این قسمت اول برنامه‌مه، میخوام برنامه سازی کنم، راجع به این مسائل اجتماعی صحبت کنم. دوست دارم. من این مردم دوست دارم، زمینم دوست دارم، سرزمینم دوست دارم و دوست دارم به اندازه خودم، اونقدر که دستم میرسه کمک کنم و بتونم مفید فایده باشم. فعلا خداحافظ، تا برنامه دیگه دوباره جفت و جور بشه و درست کنه. خداحافظتون.